یه روز مثل روزهای دیگه مشغول کار و زندگی بودم که یه پیام برام اومد. پیامو وا کردم و با یه شاهکار مواجه شدم. داشت تو که ادیدار خوبه چرا آموزش نمی‌ذاری؟ منم یه جرقه به مغزم خورد. من که میدونستم تو کامیونیتی ایران یه چیز کنه، تصمیم گرفتم بیام و آموزش بدم. سلام به دوستای خوشحال ایرانی. خودم این بار 21 دارم اینو ریکورد میکنم، هنوز تسلیم نشدم. آقا اومدیم بهتون کامپوزیتینگ یاد بدیم. یه چند تا چیز باید بگم بعد بریم. حالا شروورم دارم میام. اول اینکه همه چیزایی که تو این ویدیو استفاده شده رو براتون گذاشتم تو دیسکریپشن ویدیو. بعد اینکه سطح این ویدیو خیلی ویدیو مبتدیه. بعدم اینه که حتما خلاقیتتون استفاده کنید. همین سه تا. این آره درست. خب آقا اول میایم یه کامپ درست میکنیم. 1920 در 10 شد خیلی بهتره. این چیه کسچریه بابا. بعد میایم رندر رو اون یارو چیزتون رو میارین تو تایملاین، رندر اون بک‌گراندتون رو. بعد میایم رنگ، الان هدف ما اینه که رنگ این دوتا رو تلفیق کنیم و یه ذره رنگشون رو بهتر کنیم، چون خیلی تخمی میشه اگه بخوام با همین رنگ دیفالت این بزنم. بعد چند تا افکت، دو تا افکت هست خیلی خوب. یکی سی تونره. سی تونر خیلی خوبه با لولز. برای اجاز کردن رنگ این دوتا افکت خیلی خوبن. طبق سلیقه خودتون هر کاری که دوست دارید بکنید. این از این. آقا این قبلشه و اینم بعد. این قبلشه این بعدشه. خیلی بهتر شد به نظرم. بهتر شد. حالا میایم سراغ این رندرمون هم میایم کالر مچینگش میکنیم. آقا این چی بود؟ سی تونر میزنیم با این یارو چیه؟ سی تونر میزنیم با لولز. اینو یه ذره بلند اورجینالشو میاریم بالا، لولز هم باش میزنم که قشنگ خیلی چیز خوبی بشه. کلا از هر کدوم از این گزینه‌ها رو خاصی میتونید استفاده کنید. ببین کلا راز و رمز ادیتینگ انگوش کردنه. فقط باید انگوش کنید. انگولک کردن. این کارا رو هم که انجام دادی، بعدش میای چیکار میکنی؟ بعدش میایم خیلی زیاد شد. یه لولز دیگه هم به نظرم بزنم، یه ذره دارکتر بشه بهتره. آره الان بهتر شد. بعدش میایم روی این بک‌گراندمون یه BCC لنز بلور OBS میزنیم. به نظرم خوبه این افکت برای بلور دادن. بعد این گاماش هم بیارید پایین چون ستاره متاره هست. خیلی حاجی ریدم دهنه. بهتر شد. حالا میایم اوورلی های زیر این رندرمون میزنیم، یعنی اوورلی هایی که روی بک‌گراند میافتن. اینو میزنیم روش. آره حاجی این خوبه. به اینا هم دو تا افکت خاص باید بدین. یکی VC Color Vibrance، یه دونه هم دیگه همون BCC Lens Blur OBS، یه دونه هم از این. خب آقا بعد میایم اینا رو رنگ این VC Color Vibrance رو میایم با بک‌گراندش مچ میکنیم. یعنی میایم اینو از این میگیریم، این رنگاشون رو مچ میکنیم. بعد این لنز بلورش خیلی زیاده. بعد یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم اینه که اپاسیتیشن رو کم کنید. معمولا خیلی خوبه این کارو بکنید، خیلی جوابه. حالا میای همینجوری اوورلی اسپم میکنی همین. این تا الان شد یه همچین چیزه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ حالا میایم خود کلیپ رو کامپوزیتینگ میکنیم. یعنی اینکه کلیپ چیه؟ خود کامپوزیشن رو کامپوزیتینگ میکنیم. میایم همه این بک‌گراند رو با هم دیگه پری کامپ میکنم. بعد اینم پری کامپ میکنم خود رندر رو. این افکت ها رو روش بزنید. دراپ شادو هر کاری که من میکنم تکرار کنید، نیازی به توضیح نداره. ست مت، CC کامپوزیت، اینا
این درسته. شادو اونلی بزن، اینو بکن بیهایند، اینو بکن RGB اونلی. حالا اینم میاین بستگی به اون چیزی که اون اسپات، اون نقطه‌ای که ازش نور میاد، میاین اینو تنظیم میکنیم. سافنس فیدش میکنه براتون، دیستنسش هم دور و زیاد میکنه، اینم که زاویه‌اشه دیگه قشنگه. بعد میاین افکت اسگرادینت هم میزنیم. این هم یه سری تنظیماتش هست، اینو باید بذاریم رو مولد مولتیپلای و اینم آره اینجوری یه ذره بهتر، اینجوری بهتر شد. یه ذره فقط این برایتنسش رو بیشتر کنم بهتر، اینجوری بهتر شد. حالا میایم همین دوپلیکیت میکنیم، میایم داره ریکورد میکنه اصلا، همین دوپلیکیت میکنیم، افکت دیپ گلو رو بهش میزنیم و اوپاسیتی دراپ شادوش رو میاریم تا 100 میذاریم. این گزینه این بیلبیلک هم روشن میکنیم، تینتش هم میایم روشن میکنیم، یه دونه رنگ از بک‌گراندش میگیریم. الان این به نظرم خوبه و این چون خیلی تخمی و زیاده اینو میام کمتر. حالا این بهتر شد، اوپاسیتیش کمتر بشه بهتر میشه. حالا میایم همین رو دوباره دوپلیکیتش میکنیم، همه رو حذف میکنیم، این افکت CC لایت سویپ رو میزنیم مثل گاو، فقط اینو باید ببرم بالا. اینم دوباره از همون بک‌گراند بگیریم بهتره، رنگ خود لایت سویپ رو. بعد روش دوباره دیپو میزنیم و این رو از رو اد میبریم رو کات اوت. یه ذره دارک نه یه لحظه باشه ببینم یه جایش اشتباه رفتم. آره این دیپیلو رو باید بزنیم، این بیلیلک رو روشن. آره دیگه خلاصا همینه، چیز زیادی نداره کامپوزیتینگ، یعنی واقعا سخت نیست. یه ذره باید کار کنید، هر چقدر بیشتر کار کنید بیشتر عادت میکنید. این خوبه به نظرم، ولی خب زیاد شد تیکنسش. آره همچین چیزی خب این از این ما قرار دو دیگو سگمنت اینو اینورت چنل میکنیم، اینو میزنیم رو اولیه، یعنی رو اونی که اول دراپ شده داره. بعد سه چنل همه رو روی اون بک‌گراندتون ست میکنیم، این چپی ها رو اینجوری، این راستی ها رو اینجوری. الان این ریختی شد، این ریکوار کورتکس هم روشن کن. الان این خودش به تنهایی این ریختیه، اینو من کمتر بکنم خیلی بهتر میشه. این یه ذره بیشتر کنیم. الان به نظرم خوب شد. الان قبل این بعد این بهتر شد خیلی. حالا به نظرم یه ذره باید روش لایت بزنیم، مثلا اینجا رو بیام یه دونه میتونم اکسپوژر بزنم بهش. اری اما آره تأثیر داشت. آره داره دارم میبینم. این هم از این. حالا مرحله بعد اینه که میایم اوورلای روی خود رندر رو میزنیم، روی کلش رو میزنیم. خب به نظرم این خیلی خوبه، خیلی خوبه این برای اولش. اینو بیام عوض کنم، بعد آره دیگه ریسی کالر وایبرنس بزنم روش با یه زمین کم و زیاد بکنیم حله دیگه. زیلنس رو OBS هم بزنیم، یک میزنیم. سه بذارم
آره این بهتر. بعد دوباره همینجوری اوبله قراره اسپام کنم، همینجوری قراره اسپام کنم. این اپاسیتیش رو کمتر میکنیم. برای حاشیه‌اش خیلی خوبه به نظرم چه چیزی. اپاسیتیش رو کمتر میکنیم و افکت اینو دوباره روش میزنیم. این بود داره. اینم از این یه مشکلی داره به نظرم. این خیلی زیاده. کدوم بود؟ همین بود. اینجوری بشه خیلی بهتر میشه. آره او دو خب الان ما همه اینا رو که اسپام کردیم. این قبلشه، این بعدشه. این قبلشه، بعدشه. خیلی بهتر شد به نظرم، خیلی بهتر شد. حالا میایم مثلا خلاقیته، جون خود من خلاقیته. میام همه افکت های اینو حذف میکنم. با چی اینجاست؟ اینا رو همه رو حذف میکنم. بعد میام چشای گوجه رو یکی یکی مسک میکنم. این از این مثل مست این چیزش کنم. جب تابستون تخمیه آجی. خب حالا این دوتا رو میام با هم دیگه مسکشون، با هم دیگه پیرکامپشون میکنم. وقتی اینا رو چیز کردم بعد میام افکت دیپلور رو روش میزنم. نه ریدم اشتباه انتخاب کردم. وایسا ببینم اون کدو گوری رفت. آجی چه گویی دارم میخورم دقیقا. اینو میارم بالا. همین اونجا رو کات کن دیگه، خودت بهت نمیگم، خودت انجام بده. کسخل بازی در میارم آجی. خیلی کیری شد. ببین آخه تو هم بخوای توضیح بدی اونم بدتر تخمی میشه. ببینی یعنی نمیدونی هی و بگی سلام آقا ببخشید. خب حالا اینا رو چیز میکنیم. حالا پریکامپ میکنیم، دیپلور رو روشون میزنیم. اینو مثل خر میبری بالا. بعد کریس لایت اینو میزنی. این چرا اومد پایین دوباره؟ آره
حالا میام این پوزیشن اینو مثلا بدم اینجا خوبه، اینجا خوبه، این هم زیاد کنم. حالا چیکار میکنیم دیگه؟ تموم شد دیگه، هیچ کاری نداریم، برگردون نمیشم، تموم شد. حالا CC شو میزنیم که CC شو بخوام بهتون یاد بدم طول میکشه، اصلا چیز خاصی هم نداره براتون. توی چیز میذارم، تو دیسکریپشن میذارم پروژه رو، میتونید بریم ببینید استفاده کنید. و اینکه تموم شد دیگه، خیلی توضیحاتم تخمی بود، ببخشید، خداحافظ. Time